توضیحات گفتار اول از فصل دوم زیست دهم همراه شما هستیم. اول از همه قبل از اینکه هر چیزی رو ما شروع کنیم این باید بگیم که این فصل درباره دستگاه گوارش هستش. بنابراین کتاب اومده یه مقدمه یا اول گفتار قرار داده و در اونجا برای ما لوله گوارش رو تشریح کرده. لوله گوارش لوله‌ای هستش پیوسته که از دهان تا مخرج ادامه داره و درون این لوله ما اندام‌های مختلفی رو داریم. بنابراین این اندام‌ها به وسیله اسفنکترهایی یا دریچه‌هایی از همدیگه جدا میشن که این جدا شدن در تنظیم عبور مواد نقش داره. علاوه بر این به همراه این لوله گوارش در کنار این لوله گوارش غددی وجود دارن که این غدد ترشحاتی رو به درون لوله دارن تا عملکرد این لوله بهتر بشه. از این غدد میتونیم به عنوان غدد بزاقی، پانکراس، کبد و کیسه صفرا نام ببریم که البته کیسه صفرا خودش نقشی در تولید موادی که ترشح میکنه نداره، بلکه موادی که کیسه صفرا ترشح میکنه از کبد دریافت میشه، درون کیسه صفرا ذخیره میشه و بعد ترشح میشه که حالا در ادامه با محتویات این کیسه و عملکردش بیشتر آشنا میشیم. خب لوله گوارش مثل بقیه اندام‌های بدن ساختاری داره و از خارج به داخل 4 لایه داره: لایه بیرونی، ماهیچه‌ای، زیرمخاط و مخاط. نکته بافت‌شناسی مهم این 4 لایه اینه که همشون دارای بافت پیوندی سست هستن. بافت پیوندی سست توضیحاتش در گفتار 1 بودش که تعداد سلولای کمتری داره، چسبناکه و ویژگی‌هایی داره که باعث شده بتونه به بافت پوششی کمک بکنه. بنابراین توی هر 4 لایه لوله گوارش ما این بافت رو داریم. لایه بیرونی که خارجی ترین لایه هستش بخشی از سفاق رو تشکیل میده. حالا این سفاق چی هستش؟ سفاق پرده‌ای هستش که اندام‌های درون محوطه شکمی رو به همدیگه متصل میکنه از قسمت خارجی به همدیگه. پس اهمیت زیادی داره توی حفظ شکل و فرم اندام‌های شکمی. لایه داخلی تر نسبت به لایه بیرونی لایه ماهیچه‌ای هستش که خب در قسمت‌هایی در 4 قسمت کتاب نام برده: دهان، حلق، مری و اسفنکتر خارجی مخرج. از نوع ماهیچه مخطط هستش، بنابراین عملکرد ارادی داره. میتونه البته در مواقعی هم عملکرد غیر ارادی داشته باشه، اما در سایر بخش‌ها به شکل ماهیچه صاف هستش، پس قطعاً عملکرد غیر ارادی داره. این ماهیچه به شکل حلقوی و طولی سازمان یا بی شدن لایه‌های ماهیچه‌ای، ولی درون معده ما یک لایه مورب هم داریم. بنابراین معده از بقیه اندام‌های گوارشی یک لایه ماهیچه‌ای بیشتر داره که به شکل مورب قرار گرفته و طبیعتاً به دلیل اینکه ما ماهیچه رو تو این لایه داریم باید شبکه‌ای از نورون‌ها هم داشته باشیم تا فرماندهی بهتری انجام بشه. قطعاً ماهیچه بدون نورون معنایی نداره. لایه بعدی لایه زیرمخاط هستش که یه جور واسط هست بین مخاط و لایه ماهیچه‌ای. نقشش اینه که این لایه مخاطی بهتر روی لایه ماهیچه‌ای بچسبه و لغزش بهتری داشته باشه. حالا چرا؟ چون که لایه مخاطی نیاز داره که حرکاتی داشته باشه تا در قسمت‌هایی از بدن مثل روده باریک جذب بیشتری داشته باشه. بنابراین این لایه میاد قرار میگیره یک لایه واسط هستش که لغزندگی بهتری رو به این لایه ارائه میده. لایه مخاطی هم داخلی ترین لایه لوله گوارش هستش، بافت پوششی داره. خب معلومه که ما توی توضیحات بافت پوششی هم گفتیم در سطح بدن و حفرات بدن بافت پوششی وجود داره، بنابراین حضورش در این لایه دور از ذهن نیستش. اعمالی هم مثل جذب مواد غذایی، حالا توی جایی مثل روده باریک یا روده بزرگ مواد مختلفی رو جذب میکنه. همچنین حتی توی قسمت‌هایی از بدن مثل دهان هم جذب داره بافت پوششی و ترشح مواد مختلف. حالا باز به مرور آشنا میشیم توی هر قسمتی چه موادی ترشح میشه از هر اندامی به کمک این بافت انجام میشه. لوله گوارش علاوه بر این که این 4 لایه رو داره یه ویژگی مهم دیگه هم داره که حرکات داره، یعنی یک سری حرکات به کمک همین لایه ماهیچه‌ای انجام میشه. 2 نوع حرکت ما درون لوله گوارش داریم: یک، حرکت کرمی که باعث به حرکت درآوردن غذا میشه و همچنین نقش مخلوط کنندگی داره. پس 2 نقش حرکتی و مخلوط کنندگی داره. به خصوص این نقش مخلوط کنندگیش هنگامی نمود بیشتری داره که با یک بنداره بسته مثل پیلور که در واقع بنداره است بین معده و روده باریک برخورد میکنه. وقتی یک اسفنکتر بسته جلوش قرار داره، حرکات کرمی هی مواد غذایی میزنن به این اسفنکتر
و عبور نمیکنن و فقط هی با هم دیگه ترکیب میشن. پس نقش حرکتی و مخلوط کنندگی داره. و حرکت قطع کننده که نوع دیگری از حرکات لوله گوارش هستش هم به این صورت انجام میشه که بین بخش‌هایی از لوله قسمت‌های منقبض میشه، بعد از چند ثانیه انقباض از بین میره و بین بخش‌های دیگه انقباض دوباره صورت میگیره. این حرکت هم نقش هم ترکیب کنندگی داره، باعث میشه غذا با شیره‌های گوارشی بهتر ترکیب بشه. علاوه بر اینها نقش گوارش مکانیکی هم داره و باعث میشه غذا ریزتر بشه. پس حرکات کرمی نقش حرکتی و مخلوط کنندگی و حرکات قطع کننده نقش ریز کنندگی و در واقع ترکیب کنندگی بهتری دارن. این تفاوت عمده حرکات کرمی و قطع کننده است. بعد از اینکه این توضیحات لازم رو برای شروع این گفتار دادیم، حالا میریم سراغ لوله گوارشی که از دهان شروع میشه. خب غذا به دهان ما که وارد میشه دو نوع گوارش درش اتفاق میفته. اول از همه گوارش مکانیکیه که به کمک جویدن اتفاق میفته، جویدن با کمک دندانها و ماهیچه‌های دهان مثل زبان، مثل ماهیچه‌های گونه تا حدی مثل لب‌ها انجام میشه و باعث میشه غذا به ذرات ریزتری تبدیل بشه. در کنار این ما ترشح بزاق هم داریم که میتونه باعث گوارش شیمیایی هم بشه. بزاق شامل آب، یون‌های مختلف، آنزیم‌های مختلف و موسینه. موسین رو اول اصلا بیایم توضیح بدیم. گلیکوپروتئینی است که با جذب آب یه ماده مخاطی لغزنده ایجاد میکنه و این ماده مخاطی لغزنده چون که هم خودش لغزنده است و هم خاصیت در واقع قلیایی داره، باعث میشه که آسیب فیزیکی و شیمیایی به لوله گوارش ما کمتر وارد بشه در اثر غذا. اگه غذای زبری میخوریم، غذای مثلا غذایی هستش که ماده غذایش خود سفت‌تره و سخت‌تره، باعث میشه که آسیب فیزیکی به دستگاه گوارش ما کمتر وارد بشه و نهایتاً باعث ایجاد یک توده غذایی میشه که خیلی لغزنده است و راحت تا پایان لوله گوارش میره. همچنین دو نوع آنزیم اینجا نام آورده کتاب. یکی آنزیم آمیلاز بزاقی هستش که در گوارش نشاسته ها نقش داره. دقت کنید باعث گوارش کامل نشاسته ها نمیشه، اونا رو به مونومرشون تبدیل نمیکنه، ولی در گوارشش نقش داره. در واقع میشه گفت شروع گوارش نشاسته ها از دهان هستش. و همچنین آنزیم لیزوزیم که نقش ضد میکروبی داره، ضد باکتریایی داره، میادش قشر باکتریا رو از بین میبره و در نتیجه باعث مرگ اونها میشه. پس آنزیمی هستش که باعث پاک کردن مواد غذایی میشه. بعد از اینکه غذا در دهان گوارش پیدا کردش، وارد مرحله بلع میشه. بلع تا مرحله‌ای که ما غذا رو با زبان فشار میدیم ارادی هستش. از اینجا به بعد به محض اینکه غذا در اثر فشار زبان وارد حلق شدش، دیگه مرحله غیر ارادی شروع میشه. غذا وارد حلق میشه، دیواره حلق منقبض میشه و باعث ورود غذا به مری میشه. در واقع با انقباض دیواره حلق غذا هل داده میشه به سمت مری. درون مری حرکات کرمی آغاز میشه و تا انتهای اون ادامه داره. در انتها بنداره انتهای مری که کاردیا نام داره و کتاب ازش نامی نبرده شل میشه و غذا وارد معده میشه. توی معده گوارشی که اتفاق میفته مراحل مهمی داره، اما قبلش باید درباره معده یک توضیح کلی بدیم. معده یه اندام کیسه‌ای شکله و دیوارش چین خوردگی داره. در نتیجه این چین خوردگی در اثر ورود غذا باز میشه و علاوه بر نقش گوارشی که داره، نقش در انبار کردن مواد غذایی هم داره و همین باعث میشه که ما بتونیم بین وعده‌های غذاییمون فاصله بندازیم. در آخر هم وقتی غذا گوارش کامل پیدا کرد، تبدیل به ماده‌ای میشه به اسم کیموس و وقتی که کیموس تولید شدش، بنداره انتهای معده که پیلور نام داره باز میشه و غذا وارد 12 که قسمت ابتدای روده باریک هست میشه. حالا درون معده ما ماده‌ای داریم به اسم شیره معده. شیره معده چی هست؟ شیره معده یه ماده مخاطی چسبناکه که درش آنزیم‌های مختلفی وجود داره و در گوارش غذا نقش داره. از کجا ترشح میشه؟ ما میگیم سلول‌های پوششی معده درون بافت پیوندی فرو رفتن و حفرات معده رو به وجود آوردن. غدد معده که یکم پایین‌تر از همین حفرات هستن به این حفرات راه دارن و مواد مختلفی رو به این حفرات ترشح میکنن که باعث تشکیل شدن شیره معده میشه. حالا چه سلول‌هایی در معده وجود دارن و نقش ترشحشون چیه؟ اول از همه سلول‌های پوششی سطحی خود معده هستن. پس سلول‌های پوششی سطحی بخشی از بافت پوششی معده هستن. چه موادی ترشح میکنن؟ بیکربنات ترشح میکنن، H3O3 منفی ترشح میکنن که نتیجهش ایجاد یک سد قلیایی میشه. چون که درون معده ما اسید pH پایین داریم و اسید قوی داریم، این بیکربنات باعث میشه که از دیواره معده محافظت بشه.
سلول های بعدی سلول های اصلی غدد معده هستن. پس این سلول ها جنسشون و در واقع اندامشون با سلول های پوششی سطحی معده فرق میکنه. همشون توی معده قرار دارن ولی اینا بخشی از غدد معده هستن، اینا بخشی از بافت پوششی معده هستن. سلول های اصلی غدد آنزیم های معده رو ترشح میکنن. خب سلول اصلیه، نقش اصلی غده ها هم ترشح آنزیم هستش. پس سلول های اصلی آنزیم های معده رو ترشح میکنن. این میتونه یه رمز باشه که سلول های اصلی به نقش اصلی معده میپردازن که همون ترشح آنزیم هستش. خب آنزیم های معده آنزیم های مختلفی هستن. یکی از آنزیم ها آنزیم پپسینوژن هستش که تحت تاثیر HCl به پپسین تبدیل میشه. پپسین در گوارش پروتئین ها نقش داره و پیشسازه و در واقع باعث این میشه که در روده باریک پروتئین ها راحت تر به آمینو اسید تبدیل بشن. پپسینوژن اما آنزیم نیستش، پیشساز پروتئاز هایی مثل پپسینوژن. وقتی پپسینوژن تحت تاثیر HCl به پپسین تبدیل میشه، خود پپسین میادش روی پپسینوژن اثر میذاره و باعث میشه که پپسینوژن راحت تر به پپسین تبدیل بشه. سلول های کناری غدد هم سلول هایی که نزدیک غدد قرار دارن هم دو ماده ترشح میکنن. اول از همه اسید معده یا همون HCl هیدروکلوریک اسید و دومی ماده فاکتور داخلی هستش. خب اسید معده که نقشش مشخصه، توی گوارش نقش داره. و فاکتور داخلی ماده‌ای هستش که برای جذب ویتامین B12 خیلی ضروریه. اگه این ماده نباشه ویتامین B12 هم به دلیل اسید معده از بین میره و تجزیه میشه و در نتیجه این ماده جذب میشه. ویتامین B12 از ویتامین‌های به شدت ضروری و مهم جهت ساختن گلبول‌های قرمز درون مغز استخوانه. بنابراین اگه این ماده حذف بشه یا به هر دلیل ترشح نشه، شخص با کمخونی‌های شدید مواجه میشه. در ادامه ما با یک مقوله خیلی مهمی به اسم ریفلاکس معده آشنا هستیم. ریفلاکس معده به این معنی هستش که اگر انقباض بنداره انتهای مری که همون بنداری بود که ما بهش گفتیم کاردیا کافی نباشه، تحت تاثیر عواملی، عللش رو کتاب گفته: سیگار، الکل، رژیم غذایی نامناسب، استرس، غذاهای کنسروی آماده، تنش، هر کدوم از این عوامل میتونه باعث این بشه که بنداره انتهای مری کامل بسته نشه. اگر این بنداره به اندازه کافی بسته نشه، اون موقع اسید معده یا همون شیره معده وارد مری میشه و از اونجایی که دیواره مری مثل دیواره معده تخصص یافته نیستش برای محافظت در برابر اسیدها، دیواره معده آسیب میبینه و باعث ایجاد زخم‌های مختلف میشه که این پدیده ریفلاکس نام داره. پدیده خیلی دردناکه و امروز تو جامعه ما خیلی زیاد شده. بعد از اینکه از معده عبور کردیم وارد روده باریک میشیم. خب روده باریک حرکاتی داره که این حرکاتش در گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس نقش داره. با توجه به این تعریف که گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس و گسترشش نام داره، ما میتونیم بفهمیم که حرکات قطعی کننده است، چون که حرکات کرمی ما گفتیم که طبق تعریف کتاب توی گوارش مکانیکی نقش زیادی نداره، ولی وقتی که میادش گوارش مکانیکی رو مطرح میکنه یعنی حرکات از جنس قطعی کننده میشه. و علاوه بر نقش گوارشی نقش ترکیبی هم داره، باعث میشه شیر گوارشی در واقع کیموس بهتر پخش بشه، سطح تماسش بیشتر بشه و همه اینا تحت تاثیر حرکات روده باریک انجام میشه. شیره روده باریک مثل معده درون روده باریک ما شیره‌ای داریم که این شیره شامل موسینه، همونطوری که در بزاق موسین وجود داشت توی روده باریک هم وجود داره. خب اینجا هم همون نقش لغزندگی و حرکات بهتر و محافظت فیزیکی ما نیاز داریم. بیکربنات داریم چون که دیوار روده باریک باید در برابر اسید معده کیموس محافظت بشه. آب داریم و یون‌های مختلف به علاوه آنزیم که آنزیم‌ها اینجا خیلی نقش مهمی دارن. یکی از موادی که به روده باریک وارد میشه صفرا هستش. همونطور که گفتیم صفرا توسط کبد تولید میشه ولی در کیسه صفرا ذخیره میشه و ترشح میشه. صفرا شامل نمک‌های صفراوی، فسفولیپید، کلسترول و بیکربنات. خب پس هم حالت قلیایی داره و هم حالت چربی داره. نقشش توی گوارش چربی‌ها در واقع باعث میشه که گوارش چربی بهتر انجام بشه، آنزیم نداره و باعث میشه اسید معده هم خنثی بشه چون که بیکربنات داره. یکی از اتفاقاتی هم که در رابطه با صفرا میفته اینه که اگه کسی مصرف چربی در اون رژیم غذایی زیاد باشه، باعث میشه که صفرا پرچربتر از قبل بشه و این چربی ها درون کیسه صفرا رسوب کنه و باعث ایجاد سنگ کیسه صفرا میشه. شیره لوزالمعده هم آنزیم هایی هستن که از لوزالمعده ترشح میشن به همراه بیکربنات. آنزیم های مختلفی از
لوزالمعده ترشح میشن، ولی آنزیمی که اینجا کتاب ازش نام برده پروتئاز ها هستن و علت اینکه کتاب مطرحش کرده این هستش که پروتئاز ها باید حتما به شکل غیر فعال باشن و الا باعث آسیب به خود لوزالمعده میشن. پس پروتئاز ها باید غیر فعال باشن، درون روده باریک فعال میشن و نقش پروتئازی خودشون رو ایفا میکنن. حالا ما اینجا گوارش 3 ماده مختلف هم کتاب برامون مطرح کرده. اول از همه تریگلیسیریدها هستش که در واقع فراوان‌ترین چربی غذا هستش. می‌بینیم که صفرا و حرکات روده باعث ریز شدن چربی ها میشه و وقتی که چربی ها ریز میشن باعث میشه که لیپاز اون موقع بتونه روش اثر بکنه. علتش هم اینه که آقا ما ترشحات در واقع ترکیباتی که درون روده اون هستش اغلب حالت مایع داره و با چربی راحت ترکیب نمیشه، حالت دو فاز میگیره. به خاطر همین باید خیلی ریز بشه، خیلی صفرا ترشح بشه تا لیپاز بتونه با اونا ترکیب بشه و بتونه اونا رو به ماده سازندشون تبدیل بکنه. گوارش پروتئین ها گوارش دیگری هستش که درون روده باریک اتفاق میفته. شروعش گفتیم درون معده هستش به کمک آنزیم پپسین و بعدش در روده باریک در اثر فعالیت پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های مختلف پروتئین ها به آمینو اسید تبدیل میشن. گوارش کربوهیدرات ها هم باید بگیم که برای اینکه کربوهیدرات ها جذب بشن باید حتما به شکل مونوساکارید تبدیل بشن. بنابراین پلیساکاریدها و دیساکاریدها به وسیله واکنش هیدرولیز که در واقع شکستن پیوندهای بین مولکولی به کمک مصرف آب هستش، اونها رو به مونوساکارید تبدیل میکنن و باعث جذبشون میشه. یکی دیگه از نکات مهمی هم که تو این گفتار اومده و میشه گفت آخرین نکته مهم این گفتار هستش اینه که دستگاه گوارش ما توانایی گوارش همه کربوهیدرات ها رو نداره. مثالش سلولوز هستش. حالا علت اینکه سلولوز رو نام برده اینه که در گفتارهای آینده آشنا میشیم که توی جانداران مختلف سلولوز با کمک ساختارهای مختلف و با روش‌های مختلفی گوارش پیدا میکنه.